سلام. اگر در سفارت ایتالیا در تهران درخواست الحاق خانواده انجام دادین و یا هم تازه میخواین در یک کشور درخواست الحاق خانواده بکنین، پس این ویدیو برای شماست و تا آخر بیننده باشین. آن از هموطنان ما که کارهای خود را برای ما سپردن و یا هموطنان ما که تازه همراه ما به تماس میشن و میخوان درخواست الحاق خانواده بکنن. متاسفانه وضعیت کنونی که در خاور میانه جریان داره، سفارت ایتالیا در تهران و تمام سفارت ها در تهران فعلا بسته می باشد. آن از هموطنان ما که در سفارت ایتالیا در تهران درخواست الحاق خانواده کردن، منتظر اپایتمنت در ویزا میتیک و یا هم سفارت هستند. متاسفانه فعلا سفارت ایتالیا در تهران بسته می باشد و تا نرمال نشدن اوضاع باید منتظر باشیم. سوالی که بعضی هموطنان ما پرسان میکنن، آیا با نولوستی که در سفارت ایتالیا در تهران درخواست الحاق خانواده کردم میتونم نولوستی خود را به سفارت دیگر و یا کشور دیگر تبدیل بکنم و یا خیر؟ متاسفانه شما زمانی که نولوسته را بر یک کشور انتخاب میکنین و در آن کشور و یا سفارت درخواست الحاق خانواده میکنین، نولوستی شما مربوط همان کشور میباشد و دیگر نمیتونن همان نولوستی خود را در کشور بعدی تغییر بده. آن از هموطنان ما که میخواهند تازه درخواست الحاق خانواده بکنند، به یاد داشته باشید که کشوری را که انتخاب میکنید باید آن کشور خدمات الحاق خانواده برای شهروندان افغانستان داشته باشد و بعدا شما بتونید از افغانستان ویزای آن کشور را دریافت بکنید. ما در جستجوی کشوری هستیم تا بدیل سفارت ایتالیا در تهران باشد و ویزای آن همچنان از افغانستان صادر. پس منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.